اینجا در دل کاخ نیاوران یکی از خاص‌ترین و کم نظیرترین فرش‌های تاریخ ایران نگهداری میشه. فرشی که با اون فرش مشاهیر یا فرش پادشاهان میگن. این فرش زیبا در سال 1299 طراحی شده. روی این فرش تصویری از 109 پادشاه ایرانی از دوره‌های گوناگون دیده میشه. از هخامنشی و ساسانی گرفته تا صفوی و قاجار. اما داستان این فرش فقط به شاهان ایرانی محدود نمیشه. در گوشه و حاشیه‌های تصویر 56 شخصیت جهانی از ولتر تا جورج واشنگتن، از حضرت سلیمان تا حضرت موسی و همچنین نقش برجسته‌های تاریخی قرار گرفته. انگار تاریخ جهان در چند متر فرش کنار هم جمع شده. این اثر نفیس بیش از 18 متر وسعتشه. تمام چهره‌ها به صورت مینیاتوری با دقت و ظرافت بافته شده. به همین دلیل خیلی آن را یکی از دیدنی ترین فرش‌های جهان می‌دانند. فرش سلاطین. فرش سلاطین بافت رابر کرمانه و در اواخر قاجار بافته شده. تقریباً 12 متر هم وسعتشه. این فرش نقش پادشاهان اساطیری ایرانی که تو شاهنامه اسمشون اومده داره. اگر روزی به کاخ نیاوران رفتید حتما این دوتا فرش زیبا رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید، چون تاریخ ایران رو تو این دوتا فرش میتونید ببینید.